اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. انا لله و انا الیه راجعون. کل نفس ذائقة الموت. جا داره که تسلیت عرض بکنم خدمت خانواده محترم و همه خویشاوندان و همه اهالی خوب روستای بوستانو و همچنین همه علاقمندان و دوستداران این عزیز متوفامون شیخ حافظ مصطفی و همچنین خدمت جامعه مدرسین و طلاب اهل سنت و جماعت جنوب و کشور و همچنین تسلیت به خودمون، چون یکی از خانواده ما بود، از بچه های ما بود. از خداوند برای همه بازماندگان و همه علاقمندان به این عزیز متوفامون صبر جمیل و پاداش بزرگ به خاطر صبرشون، که این صبرم به خاطر خداست و اگر به خاطر خدا نباشه خیلی وقتا مصیبت ها آدم از پا در میاره. ولی خب چون ایمان هست و اعتقاد به قضا و قدر داریم و همینطوری که تولد یک چیز تعجب آوری نیست، مرگم برای ما و شما یک چیز تعجب آوری نیست. قضا و قدر کونی خداوند هست و هیچ کس مستثنا نیست و جزء زندگی است. حیات جزء زندگی است، مرگم جزء زندگی است، خوشی جزء زندگی است، سلامتی، موفقیت، ناخوشی و مشکلات و سختی ها هم جزء زندگی ما و شماست. ولی برخورد با هم نعمت هم مصیبت خیلی مهم هست، فرقی نمی کنه. این تعامل با نعمت، وقتی که نعمتی در زندگی ما ایجاد میشه، توسعه ایجاد میشه یا چیزی کم میشه، نقصانی ایجاد میشه، این برخورد خیلی مهم هست. اگه ایمان باشه که مشکل حله، همیشه تو تعادلت و توازنت حفظ خواهد شد. نقش ایمان تو چنین حالتهایی خیلی پررنگ هست، خودشو نشون میده و این تعادل رو حفظ میکنه. خدا بزرگتر از همه مشکلات ما و شماست، یعنی ایمان به خدا. و پیامبر صلی الله علیه و سلم تعجب میکنه از امر فقط مؤمن. عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خیر. پس باید تلاش بکنیم که اون ایمانه رو به دست بیاریم، اون ایمان با کیفیت عالی، اون ایمانی که خدا اون ایمان رو تأیید بکنه. دیگه پیامبر میگه عجبا لامر المؤمن، اگه خوشی بهش رسید
منحرف نمیشه، مغرور نمیشه، خودخواه نمیشه، متکبر نمیشه، فخر نمیفروشه. و اگر نقصانی و مصیبتی برش وارد شد زانونی میزنه، اون یکی میگه هذا من فضل ربی، این یکی هم میگه انا لله و انا الیه راجعون. غیر از این نیست که هذا من فضل ربی، این نعمتایی که خداوند داره ایجاد میکنه از لطف و فضل خودشه. وقتی هم چنین مصیبت‌هایی وارد زندگی میشه میگه انا لله و انا الیه راجعون، بازم دست نمیذاره رو قلبش آخ چه مصیبتی بزرگ، طاقت فرسا. آخ نمیگه، انسان مؤمن آخ نمیگه تو زندگی به خاطر از دست دادن هر چیزی، بلکه میگه قدر الله ما شاء فعل، انا لله و انا الیه راجعون، راضی به رضای خدا. یه وقتایی از بس که خوابمون سنگینه خداوند هزینه میکنه از بندگان دوست داشتنیش. خب شیخ مصطفی که اهل بستونوم بهتر از جاهای دیگه میشناستنش، ما البته شناخت کامل داریم، مثل فرزندمون بود، اولادمون بود، با هم کار کردیم. یک شاگرد حرف شنوی بود، کسی نمیتونست اونو عصبانی بکنه، این یکی از ویژگی‌هاش بود. همیشه خونسرد، پرکار، تلاشگر، عاشق کار کردن بود تو میدان قرآنی، یعنی خدا بهش توفیق داده بود. ما الان تو تشییع جنازه یک میلیاردر نیامدیم که مال داشته باشه و این ساعت 10 شب 11 شب این همه جمعیت آمده به خاطر خدا و خدماتی که به مردم داده. ما قرار بود چهارشنبه یک جلسه دوره همی داشته باشیم، از من وقت گرفتن خودشون. قرار بود روز چهارشنبه باشه که با مدیران حلقه های قرآنی تو شهر بندرعباس و شهرستان، خب ایشون مدیریت میکردن، ایشون جزو مسئول آموزش تو معاونت قرآنی مجتمع شیخ زیایی است، شهید زیایی است. ایشون محمد رسول کمالی، شیخ طاها محمدی تا دیشب هم استوریو کرده بود که ثبت نامه شروع میشه و فلان و اون برنامه هم قرار بود چهارشنبه برگزار بشه. از من وقت گرفتن که چند ساعت تو جلسه ما باشید، گفتم باشه. ولی خب دیگه خیلیم علاقه داشت که این جلسه برگزار بشه و منم اونجا حضور داشته باشم. خیلی دلگرمیشون از ما هم چراغ سبز گرفتن. ولی خب نردبان این جهان ما و منیست، عاقبت این نردبان افتادنیست. ما نمیدونیم پشت پرده چه چیزی منتظر ماست، ولی ما باید همیشه آماده باشیم. یه عضو فعال مفید مسئولیت پذیر بود تو جامعه، تو جامعه سالم سلامت، توی جامعه قرآنی، تو جامعه هدف. عضو فعال و مفید مسئولیت پذیر هم جامعه انسانی بود و هم اسلامی بود. تو تربیت نسل جوان، تربیت قرآنی. هرچند که این خلاها شاید پر بشه، ولی هر کسی جای خودشو داره. این چنین مرگ و میرهایی در حقیقت
سبب بیداری جامعه باید بشه. این موعظه خداوند، سخنرانی خداوند مرگ. الان مردم بستانو شاید مصطفی براشون یه فرد عادی بود، الان متوجه شدن که ایشون یه فرد عادی نبود. هنوزم دیر نیست. یک نفر میره سبب بیداری جامعه میشه. مسئله نیست. پس عزیزان درس بگیریم. انا لله و انا الیه راجعون. کل نفس ذائقة الموت. خداوند غریق رحمتش بکنه و همراه انبیا و شهدا و صالحین و صدیقین محشورش بداره و عاقبت ما و شما به خیر خاطر. پس عزیزان، مرگ این عزیزمون امیدوارم که سبب بیداری ما بشه، سبب انسجام ما بشه، سبب اتحاد و یکپارچگی ما بشه. و داریم میبینیم که این همه عزیزان عاشقانه تو این وقت شب آمدن که این جوان رو همراهی بکنن. این به خاطر خدمتی که به جامعه کرده بود. امروز این عزیزان آمدن که ادای دین بکنن. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. سعدیا مرد نکونام نمیدهد هرگز، مرد آن است که نامش به نیکویی نبرند. واقعا چنین جوانایی مسئولیت پذیر هم سرمایه های دل ما هستند و هم سرمایه جامعه ما و هم آینده ما هستند. ما تو جامعه کم نداریم. امیدوارم که رفتن این عزیز سبب بازگشت دست جمعی همه ما باشه. اول علما به خود بیان، مسئولیت پذیر رو رها نکنن. این توفیقی که خداوند بهشون داده با جان و دل، با عشق، این لطف خدا در حق شماست که خدمتگزاران واقعی بندگان خدا باشید. از خداوند همیشه شاکر باشیم که این توفیق خدمتگزاری رو به ما و شما داده. به هر کس اجازه نمیده که خدمتگزار بندگانش باشه. نه هر توانمندی توفیق خدمتگزاری داره. باید خدا اجازه بده. این لطف خداست در حق ما و شما. منت سر مردم نگذاریم. با مردممون راحت باشیم. مردممون بتونن با ما تماس داشته باشن. ما مردم خیلی خوبی داریم. جوانای ما بیدین نشدن، بی تقوا نشدن، فاصله نگرفتن. خیلی وقتا میشنویم که جوانا کمرنگ شدن، دینداری کمرنگ شده. نشده. تو این رمضان خیلی چیزها خودشون نشون داد. بعد از 3 سال کرونا و مشکلات و سرصداهایی که بود، واقعا تو رمضان یه بازگشت جانانه بود. مثل این که مردم، خصوصا قشر جوانمون،
بغض فاصله از مسجد تو شرایط کرونا و این سر و صداهایی که تو این 6-7 ماه بود، بغض گلوشون رو گرفته بود، سرشون سنگین بود، یه چیز سنگینی رو دلشون بود. رمضان آمد سبک شدن، فوج تو برنامه ها شرکت میکردن. از بعد از رمضان هم همینطور. قدر جوانامون رو بدونیم. تجار و سرمایه‌داران، سرمایه واقعی انفاق مال برای نصرت دین خدا و خدمت به خلق خداست. با مالی و امکانات و ظرفیتی که خدا در اختیار شما گذاشته، فخر برای بندگان خدا مفروشید. سبب تواضع و فروتنی شما بشه. نیازهای جامعهتون خودتون برطرف بکنید. اگر تا دیروز کمک میکردید که مشکل فقیر رو حل بکنید، دیگری رو نجات بدید، امروز کمک خودتون بکنید با انفاق مالتون. خودتون و خانوادهتون رو نجات بدید. نیازمندترین به کمک خودت به خودت و انفاق خودت در جامعه خودت و خانوادت هستید. علما، تجار، اهل خیر، جوانا، اونایی که خداوند ظرفیتی بهشون داده، خواهرها، پدرها، ریش سفیدا، همه دست به دست هم بدیم. هم علمای خوبی دارید، جوان، خوشفکر، بروز، با شما راحتن. هم تو علمای شما مرید و مرادی وجود نداره. همه مثل همیم. و هم علما قدر این مردم بدونن که بهترین مردم ما داریم، بهترین نسل جوان داریم. لازم هست که این عزیز بالاخره رفت، ولی من فکر میکنم که در خود بستانو و منطقه یک تحولی. من امشب چهره‌های متعددی از مناطق مختلف، قطعا اگه فردا بود این جمعیت 3-4 برابر بود. مردم ما قدر شناسن، یه وقتای فاصله میگیرن. همه وضو گرفتن؟ کسی نمونده؟ جان؟ خب من به همین قدر بسنده میکنم. نماز جنازه رو میخونیم بر این عزیزمون. عزیز داریم و صبر و بردباری برای خانواده و همه عزیزان و عاقبت به خیری برای همه شما عزیزان. موفق و مایل و سربلند باشید. الله اکبر.